فرا رسیدن ماه محرم رو به همه دوستانم تسلیت میگم. ایام سوگواری رسیده و ما میتونیم از امام حسین علیه السلام و بقیه امامان حاجت بگیریم، حاجت روا بشیم. هر مشکلی داریم، هر گرفتاری داریم، از امام حسین حاجت بگیریم. از خانم حضرت رقیه، از آقا علی اصغر، علی اکبر، امام سجاد، همه امامان میتونیم تو ایام محرم حاجت بگیریم، حاجت دلمون رو بگیم. کافی نیت کنیم و از ته دل از امام حسین هر چی میخوایم حاجت بگیریم، حاجت روا بشیم. اگر مریض داری، اگر مشکل داری، اگر بیکاری، اگر بچه نداری، اگر ازدواج نکردی، مشکل خونه داری، مشکل زندگی کردن با همسرت داری، همسرت بد اخلاقه، اذیتت میکنه، بچت بیکاره، حرفتو گوش نمیده، میره بیرون، شبا دیر میاد خونه. برای همه این حوایج کافیه توسل کنیم به آقا امام حسین علیه السلام و چله رو شروع کنیم. از سه‌شنبه روز اول محرم چله زیارت عاشورا رو با هم شروع میکنیم. کافیه روزی یک مرتبه زیارت عاشورا رو بخونی و هدیه کنی به آقا امام حسین. محال دست خالی برگردی، چون ایام سوگواریه. انشاءالله امام حسین حاجت دلتون میده، حاجت روا میشین برای حل هر مشکلی و هر گرفتاری. روز دوشنبه که شب اول ماه محرمه کافیه 2 رکعت نماز بخونی، نمازی که حاجت میده، گرفتاری ها رو برطرف میکنه. سالی یک بار اتفاق میافته. حتما شب اول محرم این 2 رکعت نماز رو بخون. خیلی هم آسونه. 1 مرتبه سوره حمد، 11 مرتبه سوره توحید در هر رکعت. قنوت و تشهد و سلام هم مثل نماز صبح. وقتی که نماز تموم شد بشین با تسبیح 100 مرتبه بگو استغفرالله ربی اتوب الیه. 100 مرتبه هم صلوات بفرست. 100 مرتبه هم آقا امام حسین صدا کن. السلام علیک یا آقا امام حسین. ان شاء الله حاجت روا میشی، حاجت دلتو میگیری. اگر دنیا رو میخوای نماز شب بخون، اگر آخرت رو میخوای نماز شب بخون. لااقل هفته 1 بار بلند شو نماز شب بخون. دوستان خیلی آسونه، خیلی شیرینه. باور کنین آسونه مثل نماز صبح، اصلا فرقی نداره. کافیه قبل از اذان صبح 1 ربع زودتر بیدار شی، بشینی نماز شب تو بخونی. انشاءالله که حاجت میگیری، حاجت روا میشی. محال کسی نماز شب رو بخونه و رزق و روزی نداشته باشه و گرفتاریاش برطرف نشه و حاجت روا نشه. حتما نماز شب و هفته 1 مرتبه هم که شده بخون. برای چشم زخم و چشم نظر بیشتر دوستان میگن ما وقتی میریم یه جایی میایم خونه سردرد میشیم، حالمون بده، به مشکل برمیخواد. وارد جایی که میخوای بشی 4 قلو بخون. 1 مرتبه هم آیت الکرسی برو اونجا. وقتی هم اومدی خونه 1 دونه تخم مرغ بردار با 1 کم نمک و اسفند بچرخون سر خودت و خانوادت. تخم مرغ رو بنداز بشکن. انشاءالله از چشم زخم و چشم نظر در امان میمونی. برای رزق و روزی فراوان هر شب بعد از نماز مغرب 1 مرتبه سوره واقعه رو بخون. حتما بخون. اگر رزق و روزی نداری، اگر برکت تو خونت نیست، اگر پول نداری، خرجی نداری، حتما سوره واقعه رو 1 مرتبه بخون بعد از نماز مغرب. برای باز شدن بخت عزیزای دلم، هر کس که بختش بسته است، دوست داره ازدواج کنه ولی نمیتونه، براش خواستگار نمیاد یا میره خواستگاری جواب رد میشنوه، کافیه 1 مرتبه سوره فتح بخونی، 1 مرتبه آیات الکرسی رو بخون. انشاءالله بختت باز میشه، یه بخت قرآنی و قشنگ. یه دستور عمل میخوام بهتون بگم برای روز اول محرم، روز سه‌شنبه، به خصوص برای عزیزانی که حاجت دارن، آرزو دارن، مشکل دارن، گرفتارن. روز سه‌شنبه 1 ساعت مونده به اذان مغرب 360 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم و می نویسی روی 1 دونه کاغذ.
بعد اینو کاغذ رو تا میکنی میذاری لای قرآن. هر چی آرزو داری برآورده میشه، هر چی مشکل داری برطرف میشه. عزیزانی که سنگینی ازدواج دارن، عزیزانی که بچه ندارن، عزیزانی که بچه بیکار دارن، عزیزانی که با همسراشون دعوا دارن، مشکل دارن، گرفتاری دارن، حتما سه‌شنبه وقتشه دوستان. بشین قبل از اذان ساعت 6 یا 6 و نیم بشین 360 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم و با خودکار قرمز بنویس، بذار لای قرآن. بسیار برکات زیادی داره به خاطر محرم و آقا ابا عبدالله الحسین. در مسائل کاری مشکل داری، بچه نداری، گرفتاری، مشکلات زیادی داری، میخوای خونه بگیری، میخوای خونه بخری، میخوای ماشین بخری، کافیه روز سه‌شنبه سالی یک بار اتفاق میفته. روز سه‌شنبه بشین 360 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم و بنویس روی کاغذ سفید، بذار لای قرآن. برای افزایش مشتری تو مغازه یا تو خونه وسیله میفروشی، مشتری نداری، با صدای بلند سوره واقعه و سوره یاسین رو گوش کن، یا اگه میتونی خودت بخون. حتما هم تو مغازه هم تو خونه که وسیله میفروشی، برای فراوانی مشتری امتحانش کن، پشیمون نمیشی. بخونیم و معجزات سوره توحید رو ببینیم. وقتی که میخوای بخوابی کافیه یک مرتبه سوره توحید رو بخونی و بخوابی. یا از خونه میخوای بری بیرون یک مرتبه سوره توحید رو بخون. میخوای وارد خونه بشی یک مرتبه سوره توحید رو بخون برای رزق و روزی فراوون. بعد از نماز صبح حتما 11 مرتبه سوره توحید رو بخون و معجزه سوره توحید رو تو زندگیت ببین. گاهی وقتا میبینیم یه مغازه خیلی شلوغه ولی مغازه بغلی خلوته، یا یکی یه ازدواج عالی داره و خیلی خوشبخته ولی یکی دیگه ازدواج کرده ولی خوش نیست، ناراحته، نگرانه، دلش خوش نیست. یا یه دونه خونه پر از خیر و برکته ولی یه خونه دیگه خیر و برکتی توش نیست، رزق و روزی توش نیست. میخوای راه های افزایش خیر و برکت، رزق و روزی، برکت، بچه خوب، ازدواج خوب، خونه خوب داشته باشی کافیه یه دونه حرز امام جواد الائمه رو بذاری گوشه خونت. بعد 11 مرتبه آیت الکرسی رو بخونی، یک مرتبه سوره قدر رو بخونی، یک مرتبه دعای توسل بخون. برای این چیزا باید حتما دعا کنی دوستان، ذکر بگی، صلوات بفرستی، دعا بخونی، دعای توسل، زیارت عاشورا، همه این چیزا رو باید بخونی که خوش باشی، خوشبخت باشی، بچت خوش باشه، بچت سربرا باشه. میخوایم 40 روز با امام حسین زندگی کنیم، 40 روز چله بگیریم، 40 روز زیارت عاشورا بخونیم، 40 روز دلامونو بسپریم به آقا امام حسین، 40 روز فکر کنیم تو کربلاییم دوستان، دلامونو آروم کنیم، 40 روز چله بگیریم، چله زیارت عاشورا. از روز اول محرم تا روز عاشورا میخوایم امسال زندگیمون متفاوت بشه، میخوایم زندگیمون امسال پر از برکت و رزق و روزی بشه، دلمون خوش باشه، آروم بگیره دلمون، بچه هامون، زندگیمون خوب باشه. از روز اول محرم سه‌شنبه تا روز عاشورا روزی 100 مرتبه سوره اخلاص یا سوره توحید رو میخونیم. انشاءالله که حاجت روا بشی. تماس دعا.